سلام دوستان، آرمین 26 هستم. خوش اومدید به چنل خودتون. من چند روز پیش آموزش شلاقی گذاشتم داخل چنلم و خیلی هاتون گفتید آره. خب ببینید، واسه شلاقی آسان ترین راهش اینه که بیاید اسنوبورد بردارید. خب برید اسنوبورد رو بردارید، بیاید اینجا این قسمت ببینید چند تا نکته قبل اینکه بهتون بگم واسه تون توضیح میدم. خب زمانی که با اسنوبورد میپرید هوا نباید نایفتون تکون بخوره. ببینید زمانی میپرید هوا، ببینید اینجوری وقتی با اسنوبورد میپرید هوا میایید پایید نباید نایفتون تکون بخوره. بعدش که بپرید هوا راحت میتونید بزنید. حالا هم الان واسه تون شماره گذاری کردم 1 و 2 و 3 و 4 واسه تون شماره گذاری کردم که بتونید راحت تر بزنید.